سلام دوستان، امروز صبح میخوام که طرز تولید گوشواره فنرتخت پراید رو نشونتون بدم. توجه کنید. مواد لازممون هست یه پلیت با 2 تا سوراخ و 2 تا پیچ رزوه‌دار شبیه پیچ سرسیلندر پژو که من اینا رو از قبل آماده کردم. پیچا رو گذاشتم توی پلیت و اینا رو توی جاش تنظیم میکنم و دقیقا تنظیمش میکنم و درش میبندم جوش نره رو دستم و پدالو چی رو میزنم یه گردش 360 درجه بزنه و جوش دور پیچا بگیره به صورت حرفه‌ای. اینجوری ببینید جوش گرفته که این دستگاهش هست، این دستگاهش، این جوششه، این موتورشه، اونم گاز CO2.